أبو جعفر محمد بن جرير، محمد بن جرير بن يزيد. محمد بن جرير بن يزيد تو أنا من جاية حقيقة يعني قدام محمد يعني اتفاق اختلاف نست. العلماء ما اختلفوا، العلماء ما اختلفوا في أنه محمد بن جرير بن يزيد، يعني إلى يزيد هم اتفقوا، وما فوق يزيد اختلفوا. بعضهم قالوا يزيد بن خالد، وبعضهم قالوا يزيد بن كثير بن غالب، لكن راجح إيش؟ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب. غالب أنا مما مشهد يعني محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أبو جعفر. خلاص دیگه نسبش يعني معروف نه تبعش. يعني بعضی میگوید که این از عجم بود، موالی بود، بعضی میگوید که از عرب بود، بعضی از عرب بود. شیخ محمد تادی پرسام شیخ گفت که بلا بل کان من العرب، از عرب بود. الله اعلم. ولی نام همش یعنی چیه؟ ببینید یعنی نامای عربی، یعنی محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب، همش نامای چی میشه؟ یعنی عربی، یعنی جریر، یزید، کثیر، غالب. چهار چی میشه؟ یعنی باباها اجدادش. یعنی این نعم یعنی خودش ابن جریر رحمه الله یعنی اگر 220 باشد یعنی 5 تا بابا حساب کنید یعنی قریب تا چه نمیرد، یعنی ممکن 100 تا اسلام میرد، یعنی تو اول اسلام میرد. یعنی معنیش الله اعلم عرب بود. لیکن برای چی نسبیش ندونستن؟ وقتی که بعض اصحاب ابو جعفر پرسیدن که من انت گفت که محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب. تایید نسو وقتی گفتن که پرسیدن که زید، گفتن تا گفتن بیت عجاج ابن رؤبه خوند، یعنی که یعنی ادعونی به اسمی فانه یکفینی. گفتن یعنی چی؟ یعنی میگه که من به نامم ذکر کنم کفایه من به نسبه بدون چه فایده میگیری. یعنی گفتن یعنی نسبه بدون چه فایده گرفتن یعنی نه دیگه باقی نسبش یعنی معلوم نه کی بودنش. یعنی اما جاش مثلا میگن که چای طبری ای نسبه ال تبریستان یعنی آمول، یعنی از آمول تبریستان بده. میگن که کانه من آمول تبریستان، یعنی آمول تبریستان گفته یعنی احترازا برای که مونده دو آمولای، آمول دو تا آمول فرابرای، آمول چه یعنی جیحون، آمول جیحونای و آمول تبریستانای. آمول جیحون یعنی جیحون نومش چی میگیم؟ امودریا امو، همین از اصلش آمول، از آمول گرفته شدگی. آمول مدینه یعنی جوبه غربی ساحل جیحون به، غربی ساحل جیحون به. این تو میگن حتی تو همین ریولوسیه نومشه آمول میگفتن. سونی بعد از چی اومدن و نومشه یعنی بدترین نوم گرونده لینینسک رانجه. این زمین ترکمنستان انده، یعنی ترکمنستان انده. حاضر اینجا ترکمنستان هم خیلی یک اوبلاست شد حاضر المهم. همه آمول یعنی چنده غربی جیحون انده، از شرقش انده این طرف دریونده فرابری های که یعنی علماء های مثلا از فرابری مثلا کرد یعنی و یا چنده یعنی شرقینده، آمول چنده غربینده. بیناشون فقط یعنی یاقوت میگوید که یعنی یک فرسخ هم یعنی دریایی من چشم دریا گذارید آمول ایسنگ طرف گذارید فرابر. این آمول چی میشه؟ یعنی آمول جیحون میگن، آمول یعنی ماورانه. اما این ابن جریر رحمه الله از آمول تبریستان، از تبریستان هم به تبری میگن، از تبریستان بدگی رحمه الله، از آمول تبریستان بدگی. نعم این یعنی ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب الطبری. فنعم همین یعنی چی میشه؟ یعنی از چیش یعنی سال تولد 224 نعم تولد سال 224 چی میشه؟ یعنی تولدش. نعم ف طلب علمه یعنی طبعا چی سر کرده یعنی نعم بکر فی طلب العلم،
بكر في طلب العلم حتى حفظ القرآن. نعم. وكان عمره 7 سنوات. 7 سالگیشان قرآن زیاد کرد. نعم. 9 سالگیشان امام شده. یعنی چی میخوند؟ یعنی مردم به امام شده نماز میخوند. و وقتی که یعنی بلاغت برسید، سن رشد برسید، پدرش چی میکرد؟ یعنی ترحال به یعنی رحله به فرستانید. یکمین بار مثلا اومدگی حج به 240 اومد. حج به 240 اومد. یعنی چند سال؟ 16 ساله بودم خیلی. یعنی 240 سال حج به اومد. حج به اومده. همین اندسونه همین یکمین چیه حدیث همین شنیدگیش حج جنده مکه انده نویست. همین جنده وقتی که مکه به اومده بود میگوید که من قضیه یعنی همین چی میشد؟ یعنی چی میگوید؟ حزام میگویم، یعنی کمر میگویم، یعنی میون بند. همین حدیثش ذکر میکند که من حدیث چیه؟ قصه حدیث شنیدگیش از ابو غیاث المکی عن احمد بن يزيد اليربوعي. احمد بن عبد الله بن يونس شيخ الاسلام يربوعي روایت میکند همین حدیث عمر رضی الله تعالی عنه: اذا اتاك هذا المال من غير اشراف منك فخذه فانه هدیه ساقها الله عليك. تم زیادش مثلا چی میبیاد؟ یعنی همین مکه سببش میگه که وقتی که مکه به اومده بودم میگفت مکه میگفت یک ابو غیاث همین مکی یک موسفید میبینم میگفت قریب 80 بر 86 بر رفتگی بودم. 86 ساله بود. یعنی همین المهم یکی ارتام ببریم که میگفت یک آدم خراسانی، حاجی خراسانی اهل مکه چی گفته استاد است؟ یعنی گفته استاد است که درباره من حزامش، یعنی همین میگویم که یعنی حاجا میبندن که میون بنده که دونشان چی مثلا همین میون بند میگفت من وجد میگفت کذا و کذا و فیه میگفت 10 و فیه میگفت نعم و فیه 1000 دینار میگفت و فیه 1000 دینار میگفت رده علی رده الله و اثابه الله میگفت. یعنی گارونده تید میگفت من سونه مننده یک موسفید میبیاد میگفت که خراسانی میگفت مکه میگفت اهل میگفتن صحرا، یعنی نحن قلیل زرعی و قلیل ضرعی، یعنی شیرم کم زراعتم کم. همین بیانه چی کن؟ یعنی 10 وعده کن یفته که آدم آورتیاد گو که یعنی من وجد فرده علی فله منی 100 دینار. یعنی کسی گنن 1000 دینار میگیرم 100 دینارش میتیم. گفت که لا والله میگفت لا والله بل احیله الى الله میگفت، یعنی الله به مسپرمش میگفت. یعنی و علیکم السلام. سونه فرداش میبیاد، فرداش با مثلا خراسانی میگفت همین قول گفت وای موسفید با میبیاد میگفت که خیر میگفت من تو گفتم دیروز 100 دینار نتی همین با 10 دینار ایل چیکن شاید یافتگی آدم گرنده بود بیاره داد تو یا نمیگفت والله بلکه الله به میمونه میشه. سون سیم روز و طبعا ابن جریر این آپی موسفید شد. این چی به خاص همین آدم پرسه که میگفت رفته اومده میگفت میبینم میگفت چیکار کرد استاد است گجور رفت استاد، یعنی خبرش حقیقتا چی شد برای چی خاص از همه میپرسن. یعنی این همین قدر مثلا یعنی غم خور استاد از خراسانی به یا که مقصد اینجنده. سون سیم روز میبینم میگه که خیر من تو یک روز 100 دینار گفتم، دوم روز گفتم 10 دینار، انا امروز میگم 1 دینار گو همه آدم وارد یاد تو بگری افته باشد. نمیگود والله خراسانی نمیگود 1 دینار هم نمیتیم کرد. میگود که سون میگود که خلاص میگود خراسانی میگود والله میگود 3 روز میشد که میگود تو من خاربی نموندی من الله بسپردی الله به یعنی احلتنی علی الله میگود تعال ملی لکی تاخذ منی یعنی چی مالک میگود اوه گرفتگی همه یافتگی یعنی ای گم کردگی و یافتگی. یعنی سون میگود منم اومدم میگود همراهی که خراسانی اومدم. وقتی که اومدم میگود عتبی بابا چی کوفته میگود گرفته مثلا چه حقیقتا هدامه که پور مثلا چه 1000 دینار داد 1000 دینار داد. سون خراسان گرفت مال میونشو بست رفت پیش درب رفت استاده گفت که یا مکه گفت یعنی با غیاث گفت که این مال گفت پدرم وقتی که وفات کرد گفت
یعنی یک چند قدر و ترکه یعنی میراث گذاشت گفت ما با هزارها دینار یعنی بای بود گذاشت. همین قسمه گفت که یعنی همین 1000 دینار خاص تقسیم گفت که همین از آدمی که احوج و مستحق به دیگه آدم بته. من همین میگم از خراسان تا مکه آدم مستحق گفتم باور بدم، لیکن از تو دیگه مستحق تر آدم نگفته، سونه 1000 دینار داد یعنی مکی. همش گفت که همش این تو گفت، من حجتم نگفت اینه من نه، یعنی همین آدم مستحق نمیتونم گفت وارگی من اینجا نه، برای همین این 1 دینار هم دیگه کسی نمیتونم، یعنی این همین تو برای مستحق تر آدم نیست گفته 1000 دینار مکی به داده بوقیات. سونه وقتی که براف میگفت من دعوت کن میگفت این که ابو غیاث مکی تعال گفت فهمید که یعنی چی، یعنی من وای به محترم بودم از قفای امرش بودم. گفت که من میبینم یک چی، چون فهمید که من طالب علم، چون فهمید که چی طالب علم چی به محتاج یعنی محترم. گفت که خبر گوش کن. گفت یعنی من اینا یافتم به خیلی وقت ها شد، میگفت ماه ها شد. من یعنی عموما یعنی 6 دختر دارم، خودم، سون زنم، سون مادر زنم، 9 نفریم. گفت یعنی 9 نفریم. گفت هر باره که می اومدم یعنی من خودم 86 بر هفتگی مسافرم، یعنی احوال دیده استاده. میگفت دخترها چیزی پوشیدن ندارد، کوچه برآمدن نمیتونه، یعنی سر لباس ندارد، کوچه برآمدن نمیتونه. هر روز میگفت که ما میگفت یعنی این مال برای ما حلال شد. گفت هر روز من اینا چی میکند، یعنی خیلی فتنه به گرفتار میکنه، لیکن الحمدلله صبر کرد 1 دینارش من نرفتم. گفتم صاحبچه گارو نمیتونم استفاده میگفت روزا میشد که میگفت چیز خوردنی ما نبود، لیکن 1 دینارش من نرسیدم. گفت 1 دینارش من نرسیدم. گفت که ما 9 نفریم. گفت همه به 100 دینار تقسیم میکنیم، دینار کلام و 100 دینارش گفت این حق تو بدید. گفتن این جریر ما داد 100 دینار و این جریر گفت که لا، گفت ایننی من الاثریا، یعنی پدرش چی میکرد نفقه میکرد. گفت که تو همین حدیث ذکر کرد، حدیث عمر اومده که من اگر مول اگر از بغیر مسئله یا چی بیاید، اگر اشراف نفست گیر، برای که الله تعالی تو به چی داد، اگر مثلا چی نکنه وای گیر. تو همین حدیث ذکر کرد، همین حدیث یحکم حدیث گفته ذکر کرد، همین رساله مثلا رحمت الله علیه ابن جریر می نویسد. سونه یا میگفت سونه بعد از 16 سال 56 سال میمونند. میگفت مکه با اومدم. میگفت وقتی که مکه اومدم شنیدم که میگفت چه موسفید یعنی چی شده است، مرده است و 6 دخترش یعنی چی مونده است و میگفت دخترش چی وای اصبحنا من ملوک مکه. میگفت یعنی اغنیای اثریا. سونه من چه شوهرش میگفت وای چی مهمانی به من تکلیف کرد. هر باره که واقعی میگفتم و یا مثلا چی میشد خرسان میشد من بسیار چی میکرد. میگفت سونه سال 90 اند خبر اومد که میگفت وای یگون یعنی از وای یگون نصر موندگیش نه مجال میگیم وفات کرده، یعنی رفتن روی همین یعنی که بود. یعنی ابن جریر یعنی شاهد مثلا یحکم مثلا حدیث یعنی 240 بود، یعنی 240 یعنی مثالی که چی شد امام احمد رحمه الله وفات کرده 240 هم به امام احمد ادراک کردن نتونست، ادراک کردن نتونست. یعنی ابن جریر یعنی معمر این آدم، یعنی قریب 80 سال عمر میبینن، 80 سال هم زاید، یعنی نه 80 سال زاید، یعنی 224 و 300 چند 310 وفات میکنه، 310 وفات میکنه، یعنی قریب 90 سال عمر میبیند، یعنی قریب 90 سال 86 عمر میبیند. هم یعنی جل مثلا شیوخای کتب سته بچه یعنی مشارکه کردگی فی روایه عنهم، روایت انده کردگی، لیکن امام احمد نمیتود دیده، امام احمد نمیتود. وقتی که بغداد به میبیاد یعنی خبر میشد که امام احمد وفات کرده که دیدن، لیکن دیگه مثلا اصحاب امام احمد امثال حناد ابن سری و محمد ابن بشار بندار و نصر ابن علی ابن نصر ابن علی الجحظمی بسیار بسیار چه، حتی بخاری شای روایت شد، بخاری هم روایت شد. همین محمد ابن جعفر نام محمد ابن جریر ابو جعفر الطبری رحمه الله. بعض اهل علم اینا چی میگن، یعنی ترجمهش میگن که بعضی خطا میکنن، میگن که یعنی رافضه بدگی، رافضه بدگی میگن، یعنی غالب بدگی تشیع بود، لیکن این کلام باطل، این کلام باطل. یعنی رافضی گفته، بعضی گفتگی هم به ابن حجر رحمه الله لساننده میبیاره. رافضی بدنش میگوت یعنی بعضی مثلا یعنی بعضی به خبر مونده اینا، مثلا وقتی که رافضی گفتن یعنی معناش میگن ايش مشکل هم جمع بود که یعنی اشتباه اسم، یعنی میگوت اسم محمد ابن جریر كذلك عندنا ماذا
رجل آخر كذلك عندنا رجل آخر دیگه شرطه که ويمامي محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر غير رافضي خبيث يعني على يعني هو أمامي يعني المسألة ماذا يعني المسألة يعني على الأرجل من فتوى ميتود يعني حتى كليان ده من بداية المجتهدان المدرس من جامعة الشواذ يعني قول ابن جرير يعني أنه يفتي ويجيز مثلا المسح على ماذا على الأرجل يعني إنش خير سبحان الله إن دقيقة يعني مشكلة أهم جانب شديكي محمد ابن جرير نعم نومش بنت نومش محمد نومي پدرش جرير عردش يعني ويم كنياش أبو جعفر إنم كنياش أبو جعفر ويم طبري إنم طبري هردش معاصر هردش مثلا یک اقرانده يعني معاصره مثلا چه معاصر هردش لكن فرق جنده ويش محمد ابن جرير ابن رستم محمد ابن جرير ابن رستم ها وي رافضي ابن رستم اما این سنی يعني كي ابن يزيد ابن كثير ابن خالد هم جانب چه میکنیم فرق میکنیم به ابن جرير ابدا لم يكن رافضيا بل كان امام من ائمه اهل السنه والجماعه بل كان من كبار ائمه الاسلام يقول ابن الذهبي رحمه الله مع تشيع يسير میگوید مع تشيع يسير میگوید يعني ذهبي ترجمه يعني ابن جرير میگه که فيه میگوید تشيع يسير يعني تشيع گفته يعني قدیما چیه میگفتن تشيع گفته چیه میگفتن يعني آدمی که يفضل عليا على عثمان ها في الفضل لا في الخلافه ها يعني چی میکنن يعني خلافه بس اختلافش نیست خلافه به ترتیب ابو بکر و عمر و عثمان و علی این به هیچ خلاف نیست لیکن خلاف که جنده یعنی بین علی و عثمان فضلنده علی بهتر یا که عثمان بهتر ها سونه اجماع شد که عثمان طبعا هم يعني ترتيبهم في الإغنام ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة جدا همین چیکاره همین جنده المهم سبب شدگی میگن یعنی چه 5 سبب یکم سببش میگن ابن جرير الطبري رحمه الله يعني وصفش بالتشيع يقول لأنه كتب كتابا مصنفا في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دويمش يقول أنه ذكر روايات كثيرة فذهب إلى ثبوت رواية إلى حديث غدير خم يعني صحيح والثالث يقول اشتباه اسمه مع اسم هذا الرافضي وچهارم سببش میگن چهارمش يعني الخصومة والوحشة التي حصلت بينه وبين ابن داود محمد ابن داود ابن علي ظاهري يعني داود ابن علي امام ابن جرير يعني سخت رد کرد ظاهری به سخت رد کرد تونه این چیکار پس سرش اومده محمد انتقام گرفته همین يعني همین چیکار يعني اقوال همین نقل يعني نشر کرد بین مردم يعني اتهام ها دروغ مثلا چی داره هم چی داره چهارم مسئله يعني سبب التشيع يعني وصف امام بالتشيع چهارم مسئله چی بود چهارمش میگن که روايته وروايته عن يعني في تاريخه روايته من طريق او عن لوط ابن يحيى ابي مخنف لوط ابن يحيى لوط ابن نعم ابن ابي مخنف لوط ابن يحيى ولوط ابن يحيى كذاب دجال خبيث رافضي على من 5 سباقات چیکار کردن یعنی گفتن که یعنی این چی بود فيه تشيع يسير يعني این چیز يعني دلیل نمیشه تشيع انسان ده يعني اما مثلا ما يتعلق بتأليفه في فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب يعني هذا نعم لا ضير فيه إذ غيره كذلك ألفوا وصنفوا في فضائله يعني غير ابن جرير النسائي رحمه الله امام احمد رحمه الله ها فضائل علیه يعني کی مثلا انکار میکنه فضائل علیه کی انکار میکنه فضائل علیه کسی که فضائل علیه انکار میکنه اعوذ بالله مؤمن نه یعنی جنده چی مثلا هیچ خیلی اشکال نه یعنی مادامی که مثلا غلو نباشد روایت صحیح بیاره هیچ چیزی نیست اما دوی مسئله غدیر خم یعنی حدیثش مثلا چی کردن یعنی ابن جرير رحمه الله یعنی جنده يعني ابن جرير خودش تصحیح غدیر خم اصلش يعني اصل واقع قصه صحیح مسلم ده لیکن زیاده نعم
زیاده قول رسول صلی الله علیه وسلم زیاده که میگه من كنت مولاه فعلی مولاه. الان زیاده یعنی چی میگه؟ حتی هم زیاده غیر از این جدید دیگه ولی مثلا چی کرده یعنی تصحیح کرده. لیکن اینجا یعنی ابن جریر ابدا نگفت که مثلا من كنت ولیه من كنت مولاه فعلی مولاه. یعنی مولا اینجا به معنای یعنی چی؟ محب، معنای محب، معنای ناصر. یعنی کسی که یعنی من دوست دارد علی باید که دوست دارد. یعنی برای که سببش ذکر میکنه ابن جریر اینجا نتادی باید ذکر کرده برای که همین جنده یعنی بعض صحابه ها یعنی برید ابن حصیب بود که میبیاد میگفت که یعنی چی میگفت؟ یعنی كنت ابغض علی ابن ابی طالب بغضا شدیدا میگفت. یعنی حتی که مثلا چی شد یعنی وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم علی تقسیم خمس به نزد خالد به میفرسته خمس گرفته بیار گفتن سنم نه میردو همین ضمن خمس لله و لرسول و لذی القربا که همین انت چی میشد خمس ضمنش به یک یعنی سبیه میافتاد یک زن سبیه مثلا وسیمه و صاحب ذات جمال بود یعنی و علی رضی الله تعالی عنه چی میکند یعنی المهم يخلو بها فوقع واقعها جامعها. سون خالد برایده میگفت که اما تنظر الى هذا سون گفت که لا اخبرن رسول صلی الله علیه و سلم بین کارش. یعنی چخیل مثلا این چیزا پیش از رسول صلی الله علیه و سلم بردن خود کاره گرفته. همین وقتی که میبیاد سون رسول صلی الله علیه و سلم میگفت که یا برایده لعلک تکره علی. گفت سون منده همین میگفت که یعنی این درست نمیگفت المهم مسئله دیگه چیز المهم سببش بود که یعنی علی مثلا بعد نبینه یعنی صحابه های مثلا ما بعد دیدن ممکنه چی یعنی از همین جهت مثلا چی میبیاد یعنی همین یعنی قول ابن جریر معروف یعنی همین یعنی ابدا این چیز بده که یعنی علی و اما مسئله سیمش میگن مسئله یعنی اشتباه اسمش واضح شد یعنی که وقتی بود یعنی محمد ابن جریر رستم. و اما چهارمش روایت ابن مخنف ابن ابی مخنف و لوط ابن یحیی روایتش یعنی این ابن جریر مفسر محدث محدثون ده قاعده های محدثون ده قاعده هست که میگن که اذا اسند فقط اذا اورد الاحاديث باسانيدها فقد برئ منه من احدته. فقد برئت من احدته. یعنی اسناد که آورد خلاص من گردنم ساقط کردم یعنی من گردنم چی ساقط کردم یعنی اینجا یعنی ابن جریر مثلا یعنی اگر به اسناد قولهای ابن ابی مخنف می آورد به اند اشکال میشد لیکن ما آورد تو به نشون داد که ابن مخنف کذاب همین مسئله به کذا روایت آورید مثلا این هیچ خیلی مثلا چی ضرر نمیشه طعنه نمیشه اینکه نه بعضی مؤرخان میبیارن مثل قولای مثلا یعنی الواقدی قول الکلبی و هشام ابن کلبی و ابن ابی مخنف مثلا اینا میشه یعنی قاعده. و تاریخ طبری معروف یعنی تاریخ طبری این بیان اهل منبع ابن العربی رحمه الله صاحب قواسم میگوید که لا تسمعوا لمؤرخ كلاما لا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري إلا هو الموت الأحمر والداء الأكبر. يعني هم وقتی که چیزا من بعضی چیزایی میبره خاصتا که ردش به که صاحب مروج الذهب مسعودی یعنی عقیدن یعنی تاریخ خراب کرده صاحب مروج الذهب مسعودی یعنی تاریخش خراب کرده. همین اندم رد کرده بعض روایت های یعنی تعناوت صحابه ها یعنی خودش مسعودی یعنی از اولاد ابن مسعود میگرن یعنی گویا که منصف یعنی منصف بود یعنی معتدل بود کذا بود یعنی همه مثلا میبیاد ابوبکر رضی الله تعالی عنه به 3 صحیفه یعنی ترجمه میکرد بین ما یعنی علی بن ابی طالب زایتر 40 صحیفه ذکر میکنه ترجمه میشه یعنی گیجا انصاف اینجا یعنی گیجا انصاف یعنی همین بیان بعض روایت های میبرد ابن العربی یعنی اما که صاحب مروج ذهب رد کرده مسعودی به میگوید که لا تسمعوا میگوید لمؤرخ كلاما الا للطبري الا هو
الموت الأحمر والداء نعم والداء الأكبر. یعنی تاریخ گرفتنی باشه فقط از کی گیر؟ از ابن جریر گیر. یعنی این مثلا تزکیه انسان کتابی که بمیشد، یعنی ابن جریر طبری بمیشد رحمه الله بله. رحمه ابن جریر یعنی کی بود؟ یعنی محدث. این محدث و محدث مثلا معروف چی خیلی مثلا یعنی قاعده های میدوند. یعنی نعم این چهارمش. اما مسئله پنجم، مسئله که بین شد گفتم یعنی بین محمد ابن داوود ابن علی، داوود ابن علی ظاهری، این ظاهری، این همین آدم یعنی اصلا این داوود ابن علی مشکلش به امام احمد بود. یعنی یعنی اینجا یعنی چیکار کرد؟ یعنی محمد اومد و حنابله ضد ابن جریر خیزوند، یعنی غوغا عوام حنابله ضد کی خیزوند؟ یعنی ضد ابن جریر مثلا چی هم به نشر کنند. یعنی و امام احمد مثلا معروف قولش داوود ابن علی بچ خیلی به شدت رد میکرد، یعنی حتی استقبال کارگیش نه خونه به وقتی که اومد قبول نکرد. یعنی گفت که یحیی ابن یحیی ادرا منه بنفسه، گفت یعنی من نفسه، گفت یعنی چیکار کرد؟ یعنی قولش رد کرد. یعنی سوری محمد اومده این چیزا منو نقل کرد، نشر کرد. حنابله ضد یعنی بغداد و وقتند عراق، یعنی عموما یعنی چی بود؟ یعنی عراق عموما یعنی حنابله بود، خاصتا بغداد تحت سیطره چنده بود، یعنی کامل با حنابلنده بود. همین خیلی کردن که ابن جریر یعنی چی خونش برآمدن نمیتونسته کردن. حتی وقتی که وفات کرد یعنی جنازه‌ش نتونستند، جنازه شبونه دور خونه حول یعنی همین دار به دفنش کردن رحمه الله. یعنی دور خونه به همین دار به همین چیزی میشه همین حولی میگیم چی میگیم همینجا به چیکار کردن؟ یعنی دفن کردن. یعنی گویا که مثلا ابن جریر امام احمد برات میکند که متعصبه، یعنی متعصبه. ابن جریر معروف یعنی بعضی قولنده چی بود؟ یعنی مجتهد بود، مجتهد مطلق بود، ما كان يتقيد بمذهب من المذاهب. یعنی و الا مثلا یعنی اینجا یعنی همین چیز مشکلی متعصبه همین جنده. یعنی الا مثلا یعنی وقتی که اگر یک عالم قولش مثلا خلاف کند یا که مثلا دلیل ذکر کند، یعنی معناش چی میشه؟ یعنی خلاص وای عالم به چی میشه؟ یعنی عالم به طعنه کردگی میشه. عالم به چی کردگی میشه؟ یعنی طعنه کردگی میشه. گویا که وای عالم به چی طعنه کرد. یعنی اینجا یعنی اینجا ابن جریر وقتی که یعنی امام احمد به مثلا بعد مثلا خلاف کرد، بعد رد کرد، این معناش نه که امام احمد وای طعنه کند یا که امام احمد مثلا به اون چیز دشنا میشه. نه بالعکس قول مثلا که بینید ابن جریر قولش مثلا انصاف شبینه صحیفه افتادنده میگوید که و اما القول في الفاظ العباد بالقرآن فلا اثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قفى إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. دیگه این قول مثلا یعنی با چی درک با چی بخواهید تو با چی معین زاید مثلا یعنی میخوای یعنی چی مدح امام احمد بیان مسئله الفاظ العباد بالقرآن. الفاظ العباد یعنی امام احمد میگوید که من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جحمی و من قال لفظ بالقرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع. میگوید هم مسئله ده میگوید ما یک دلیلمون نمیگوید فلا اثر فيه نعلمه، یعنی یگون اثر نداره، یگون اثر چه نداره میگوید فلا اثر فيه نعلمه، یعنی یک اثر از صحابی مضا، از صحابی که گذشتن یا که تابعی که قفا بعد صحابه ها اومدن از وحی یک دلیلمون نه، وحی ها نگفتن این چیزه الا از همونه که قولش چوای غنای و شفا، یعنی قولش چی میشه؟ یعنی ما به کفایه و قولش هم چی شفا میابی رحمت الله علیه و رضوانه و در اتباعش پیرویش چی میابی رشد و هدا میابی، هدایت میابی. و من یقوم قوله لدینا، یعنی قول وای آدم نزد ما و قول چی میشد؟ ائمه اولای قولش که برآورد میشد، یعنی مستقیم مساوات میشد که امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت الله علیه. یعنی نگردین چی خیل مثلا چی میکند؟ یعنی مدح امام احمد میکنه. لیکن بعضی مثلا چی گفت متعصبای حنابلة چی گفتن؟ یعنی این امام احمد به طعنه میکنه گفت حتی چی نه زنده شه نه مردش به روز دادن، یعنی حتی مردش دفن کردن نموندن. یعنی یک عالم به مثلا که یعنی
رد که شد یعنی معناش نه که وای به عرضش به وای مثلا طعنه کردن، نه خطا که رد شد خلاص یعنی ها چی شد. نعم. و كذلك يعني این چیز چند شد اما این کتاب صریح السنه یعنی کتاب کفایه، همین کتاب که یعنی چه دلالت میکند یعنی امامتی و یعنی هم از این بلکه امامتی این امام به دلالت میکند. امامتی چی بدنش بیانه از اهل سنت بدنش بیانه. قول تمام موافقه چی میبیاند، موافق قرآن و سنت و موافق قولهای چی صحابه ها میبیاند. برای همین آدم یعنی به تشیع یا گفتن چی گفتن این از ظلم میشه. و امام خیلی که ذهبی رحمه الله گفت و هو میگوت یعنی چی میگوت من کبار ائمه الاسلام، میگوت یعنی که محمد ابن جرير الطبري هو من كبار ائمه الاسلام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله